بهش میگن قیمه رشی، قیمه فوق‌العاده خوشمزه که در عرض 1 ساعت آماده است. پس حتما این پست رو سیو کن. مواقعی که نهار و شام نداری بهترین گزینه است. پیاز خلالی شده داریم، تفت میدیم تا سبک بشه. نمک و فلفل سیاه بهش اضافه میکنیم. گوشت چرخ کرده تفت میدیم و بعد لفه خیس شده رو بهش اضافه میکنیم و با گوشتمون تفت میدیم. 2 قاشق رب گوجه فرنگی داریم، خوب با گوشت و لفه‌مون تفت میدیم تا بوی زهم رب گرفته بشه و رنگش خوش رنگ تر بشه. چوب دارچین، هل، گل سرخ میریزیم تا عطرش چند برابر بشه و بعد آب جوش اضافه میکنیم. لیمو امونیا رو از قبل حتما خیس کنیم و بعد بهش اضافه کنیم. اینجوری تلخی لیمو گرفته میشه. و در آخر هم زعفران غلیظ. نیم ساعت و حرارت خیلی کم اجازه میدیم تا بپزه و این قیمه فوق‌العاده خوشمزه رو به دست بیاریم.